علیکم همدیاران عزیز، آمد ایدی ماه شریف رمضان همتون مبارک باشد. همدیاران من خیلی کی تکلیف کرده بودیتون من در عرفه همین ایدی رمضان برای یک کمبغل بیوه بیچاره یک تحفه یک وقت چاق شود گفته هدیه یک خیرات کردیم. من چی کردیم؟ رفته من خرید کرده آمدیم. من روغن، یعنی قند سفید، مکرون، یعنی یک 25 لینگه اردوی 50 کیلوگی. من همین خیلی محصولات های خیرآوری چی کرده آمدیم خرید کرده آمدیم. برای همین هم خیرات کرگیاتون الهی خداوند به درگاهش قبول کند. همدیاران عزیز، من خیلی دیداستم این ماشینی نارزی قول پسری کوی پریم قول من خدمت ده بیچاره من برکه آب دیلایم در حق من یک دو کنتو الهی اردی نیتی دیگه رسد. رفته از حساب خودش به یگان تین قطعی رفتی من یاردم دادم همین چیزای خرید کرده آورده همشه فقط کمتر من بارون برداست برای من روش پشتگیم. همدیاران همین خیرات کرگیاتون راضی شویتون الهی خداوند خیرات کرگیاتون به درگاهش قبول کند. برکه آبتون الهی من با خدا خواهد انشاءالله برده خلق به من تقسیم کرده تیم و خدا خواهد انشاءالله دعا میکنم من امروز روز جمعه نماز به همتون بار دیگر همتون عیداتون مبارک شود. عید ماه شریف رمضان خیرات کرگیاتون خداوند به درگاهش قبول کند. رحمت همدیاران عزیز، من برنج، روغن، قند سفید، مکرون، این ارد همین محصولات رو خرید آمدیم. رحمتی کلام همتون. با کمال ادب، احترام، محبت و صمیمیت خاص شما را و اهل پیوندانتان را با آمد عید سید فیتر تبریک نموده برایتان در این لحظه های مبارک طلب و نیت های نیکی دوستانه را از درگاه یزدان پاک تمنا دارم. الها بر رزقتان برکات و حسنتان نور الهی و زندگیتان عافیت بگذار خداوند از مهربانی هایش سرفراز گرداند. برایتان خوشبختی هر دو عالم را نصیبتان گرداند. عیدی رمضان آمد و ماهی رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. عیدتون مبارک.